درود بیکران، پاینده ایران. این هفته یه اتفاقی افتاد که خیلی سر صدا کرد. میدونی یه مصاحبه انجام شد با معاون سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر آقای مفتاح که الان البته اخراج شدن، خیلی محترمانه. محمد صالح مفتاح، معاون سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر، که رفتن در برنامه‌ای که خانم زهره هاشمی از مجریان بسیار مطرح و قوی و البته کاربلد سابق صدا سیما که الان مثل که در بخش خصوصی دارن مجریگری میکنن، رفتن در برنامه ایشون. گویندگان مشهور رادیو صدای ایران هم بودن ایشون. رفتن در برنامه ایشون، صحبت‌هایی مطرح شد که بسیار واقعا فک‌ها رو جابجا کرد. نکات بسیار مهمی مطرح شد که میخوایم بررسی کنیم با هم دیگه. ولی یه چیزایی رو من تو این سالا گفتم هسته مرکزی نظام مخالف حجاب اجباری است و مسئله حجاب اجباری رو دیگه مسئله مهمی نمیدونه و اساساً حجاب اجباری در ابتدای انقلاب با جوگیری بخشی از تندروهای مذهبی در بهترین حالتش اگر آنوسی نبودن با آقای خمینی تحمیل شد و الانم گشت ارشاد و اینا رو به نظام تحمیل کردن. خود آقای خامنه‌ای موافق این داستانا نیست. خب اینا چیزایی بوده که من تو این سالا گفتم، گفتمان من همتون میشناسید. با نظریات و نقاط به هر حال تاریک یا پنهان نظریات منم آشنا هستید. من چون بخشای تاریک و پنهان خودم هم حتی رو کردم بهتون گفتم. خیلی هم گفتی نه اینجوری نیست و اصلا این حجاب همه چیزه برای آقای خامنه‌ای و برای اصل نظام، این خیلی مهمه. من همیشه گفتم آقا شما بگو مهمه، منم میگم مهم نیست. اصلا حجاب یه چیزیه که رفت تو پاچه نظام جمهوری اسلامی که بخوان یه جورایی نظام جمهوری اسلامی رو یه خط فاصله‌ای رو براش ایجاد کنن که مردم عادی هیچ وقت نتونن به این نظام نزدیک شن و این نظام محدود بشه به یک تعداد افراد خیلی متعصب مذهبی که از همون افراد خیلی متعصب مذهبی که دایره‌شون هم خیلی تنگه، حتی مذهبی‌ها هم بیرون دایره نگرشن. یعنی مذهبیای خوشفکر هم دیگه بیرون دایره دارن قرار میگیرن، یعنی یه قشر متعصب و افکار خطرناکی هم دارن و نمیخوان بذارن که جمهوری اسلامی برای مردم عادی سازی بشه، برای مردم، برای شهروندان عادی سازی بشه. برای همین بحران‌های عجیب و غریبی درست میکنن و یک سری مسائل رو مطرح میکنن که با عقل سلیم جور در نمیاد. یکیش همین حجاب اجباریه که با هیچ عقل سلیمی، حتی کسانی که خیلی هم به اعتقاد به مذهب دارن، شما میبینید افرادی داریم شدیداً اعتقاد مذهبی دارن ولی سر حجاب اجباری، بحث اجباری که میشه، اینو نمیتونن بپذیرن. حالا شما برو های استاد دانشگاه بیار بگو قانونه، باید به قانون احترام گذاشت. خب آقا برو توضیح بده، نتیجه هم نمیده دیگه سالها هم داری توضیح میدید. خب این نظریات ما بوده. خیلی گفتن آقای رانا تو فلانی اوکی. الان معاون سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر رسما میاد میگه ما خامنه‌ای رو سانسور میکردیم و خیلی جالب‌تر میشه که ایشون هم مخالف حجاب اجباریه. معاون سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر ایشون مخالفه، مجری مخالفه، خیلی از این مذهبی‌ها مخالفن. آخه کی موافقه؟ رهبر این مملکت هم که بالاخره صحبتاش اینا مشخصه. به هر حال معلومه که در جبهه مخالفین، حالا مخالفین هم نه، حداقل در جبهه موافقین قرار نمیگیره. خودش کی طرفدار گشت ارشاد و اینا هست یا بگیر و ببنده هستش که من واقعا کفم بریده به خدا. بذارید گوش کنیم چی میشه، چه صحبتایی شده. موضوع عفاف و حجاب هم فرهنگیه، هم اجتماعیه، هم سیاسیه، هم اقتصادی، همه چیز هست. رویکرد نظام در مورد این خیلی سیاسی شده به خاطر اینکه اون بروز مواجهه‌ای و دعوا با نظام سیاسی شده. یعنی خب ممکن بود یک خانومی قبلا هم موهاش بیرون باشه، کسی این رو به عنوان یک بحران بزرگ شاید تلقی نمی‌کرد، اما زمانی که این تبدیل به یک موضوع سیاسی شد و جریان‌های مثل خانم مسیح علی نژاد اومدن و این رو به عنوان یک عاملی برای تقابل بین مردم و حاکمیت، بین مردم و مردم قرار دادن، قاعدتاً این وجه پررنگ‌تر. خب حالا بریم جلوتر، یه خورده بریم جلوتر. این چه دینیه که بعد اونم با این شیوه، با این رفتارها و ارزش‌های بزرگتر دیده نمیشه؟ یا مثلا دست درازی داره، خب معلومه که کاریکاتور، اصلا این نمیتونه زندگی عادی هم نمیتونه داشته باشه. بعد همه حساسیت‌ها رفته سمت حجاب، بعد اونم با این شیوه، با این رفتارها و ارزش‌های بزرگتر دیده نمیشه. مردم وقتی نگاه میکنن از این شیوه دینداری برمیگردن، میگن این چه دینیه که با فطرت ما سازگار نیست، در حالی که دین یه چیز دیگه است. زمان روز تأسیس ستاد امر به معروف، آقای مفتاح این معاون ستاد امر به نهی از منکر اومده داره علی حجاب اجباری مصاحبه میده، بعد یه عده میگن
امید رانا تو چیزی تو فلا بابا. خب معلومه من که اصلا گذشتم برانداز بودم، الانم که تو غربم سبک زندگیم روشنه بابا. دیگه انقدر این قضیه بی منطقه. معاون سابق ستاد امر به معروف نهی از منکر داره نقد میکنه، بعد یه عده انتظار دارم من بیام چیز کنم، دفاع کنم از یه چیز غیر منطقی. اصلا دیگه فک منم خورده زمین. مؤسسین ستاد میرن پیش رهبری جملاتی رو میگن که من میخوام براتون بخونم. رهبری میگن که توی امر به معروف شما هوشمندی، عقل و تدبیر رو در کنار اخلاص و وفاداری صرف بیارید. میگن که ستاد امر به معروف نباشید، شما باید کاری کنید مردم امر به معروف کنن. یعنی شما متولی این که برید به مردم امر و نهی کنید نباشید. آمرین به معروف رو هم شما ساماندهی نکنید، این اصلا جزء وظایف شما نیست. بله. میگه منظور من از امر به معروف این نیست که سال 72 این صحبت میگه نرید به جوراب نازک گیر بدید، نرید به کسی که بخش موی سرش پیداست به این نباید گیر بدید. شما باید برید به گناهان بزرگ گیر بدید. اینا گناهان کوچیکه، گناه کبیره نیست. میگه چی؟ میگه این موی سرش پیداست از غیبت و دروغ که بدتر نیست. یعنی این دینداری کاریکاتوری رو اینجا رهبری نقد میکنه. ولی بعد میگه که اگر این آدم البته بی‌حجاب رفت توی اداره‌ای جلوی روحانی که اونجا بود گردن کشی کرد و گفت همینه که هست، حالا تعبیرش رو از منه، اگر این کار رو کرد خواست تجری کنه، اونجا برید امر معروفش کنید. ولی اگر کسی موی سرش پیدا بود، میگه اگه بود ولش کنید. رهبری یه جمله دیگه آقا رهبری میگه کسی موی سرش بیرون بود ولش کنید. آقا ما نمیگیم که این دیگه روایت من امید دار. این حرفا من سال‌هاست دارم میزنم، فوشم هم میدن یه سری خر مقدس. بلایی که این خر مقدسا سر آقای خامنه‌ای و نظام و بچه‌ای ببین این خر مقدسا مدیون خون شهدای سوریان. یعنی به خاطر شما خر مقدسا سالهای سال نظام مجبور بود یواشکی مدافعان حرم رو بیاد تو ایران یواشکی دفن کنه. ضربه‌ای که شما خر مقدسا، پمپاژ تنفری که شما خر مقدسا، حس بدی که شما خر مقدسا به توده مردم علیه نظام دادید، دشمنان ایران با اون همه رسانه‌ای که داشتن نتونستن. شما مکمل علی نژاد هایید، شما مکمل صهیونیستایید، برای که مردم ایران رو در پرس قرار بدید و مردم ایران آشتی نکنن با نظام. شما خیلی کارتون کثیفه و در حوزه بحث‌های رسانه‌ای بسیار سطحی و ابلهی. دیدم یکیشون اومده بود میخواستش که سردار سلیمانی رو علیه ملی‌گرایی قرار بده، یه عکسی از سردار سلیمانی گذاشته که قنوت گرفته و خیلی تصویر عجیبی بود که یه آقایی که هم مثلا پشت سر سردار سلیمانی قنوت گرفته، این حالت سر سردار سلیمانی مثل دو تا شاخ شده بود. و اینو بدترین عکس، اولا اون کسی که این عکس گرفته که مطمئنا یه آدم تند مذهبی بوده، نمیدونم اگه نفوذی نباشه، چون یه آدم نفوذی همچین عکسی میگیره. اون چقدر واقعا از نظر رسانه‌ای حداقل هوشش پایینه که این عکس رو منتشر کرده. و این خر مقدسا چقدر احمقن که اینو بیان دوباره منتشر میکنن، بازنشر میکنن در زیر پستی که علیه ملی‌گرایی است. یعنی میخوان چهره سردار سلیمانی رو خراب کنن. شاید هم از قصدی نباشه، حالا امکان داره آنوسی باشن، نمیدونم، شاید هم از قصدی نباشه. ببینید واقعا یه چیزای حماقتی که این خر مقدسا دارن بی‌نظیره، واقعا بی سابقه است. هیچ جای دنیا ما نداریم که طرف، یعنی یه عده‌ای به عنوان دلسوزی برای یه حکومت اینقدر ضربه به حکومت بزنن. و الان ببین کار به کجا رسیده. معاون سابق ستاد امر معروف داره میگه آقا خامنه‌ای جلوی ما رو داشت میگرفت، میگه آقا کسی که بی‌حجابه ولش کنید. اونی که میاد جلوی آخوند داد و بیداد میکنه که بی‌حجابی رو بخواد تبلیغ کنه، اونجا امر به معروف کنید، ولی اگه بی‌حجاب کاری نداره ولش کنید، موش بیرونه. داره میگه که چی میکشه خامنه‌ای از دست این خر مقدسا؟ شما باید ما رو امر کنید به معروف و نهی کنید از منکر. امر به معروف و نهی از منکر حوزه‌های گوناگونی دارد، مهمترین آن حوزه مسئولینه. اینو یه جمله به ما بگید که همچین چیزی بود یا نه؟ مثلا آخری که شما حضور داشتید آقای گلپایگانی به شما میگن که صحبت‌های رهبری، آقای گلپایگانی رئیس ستاد امر به معروف، کار دارم باش رو در مورد ما یک از اختلافاتمون این بود. به من گفتن که ما این صحبت‌ها رو قبول نمیگیم قبول داریم یا نداریم، فعلا حذفش کنید. هر جایی که رهبری گفته امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب جزء اولویت‌ها نیست. رهبری بارها گفته که اولویت در امر به معروف منکرهای بزرگه، نه حجاب. یک جا میگه اولویت دهمه توی بین منکرها که نگاه میکنیم ارزش حجاب به معنی ارزش دهم. دیدید صحبت خامنه‌ای رو اینا سانسور کردن.
خیلی جمله سنگینیه. فعلا حذفش کنید. هر جایی که این بود کنید از سایت که شما حضور داشتید آقای گلپایگانی به شما میگن که صحبت‌های رهبری رو در مورد ستاد ما یک از اختلافاتمون این بود. کنید از سایت. به من گفتن که ما این صحبت‌ها رو قبول نمیگیم قبول داریم یا نداریم. فعلا حذفش کنید. هر جایی که رهبری گفته امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب جزء اولویت‌ها نیست. رهبری بارها گفته که اولویت در امر به معروف منکرهای دمش کم مجریه چجوری میگه آها موجه با این آهان. ببین موجی حرفه‌ای ها. ببین یه دونه جمله گفت آها یعنی چی؟ یعنی 1000 تا حرف توشه. بزرگه نه حجاب. موجی حرفه‌ایه. خوشم میاد این خانم هاشمی. میگه اولویت دهمه توی بین منکرها که نگاه میکنیم ارزش حجاب به معنی ارزش دهم، توی منکرها هم بی‌حجابی ارزش دهم. اولویت‌های بزرگتری وجود داره که ستاد باید بهش بپردازه. خب این آقای گلپایگانی که گفت بذارید گوشه ذهنتون یه چیزایی میخوام بگم که تا حالا نشنیدید. منتها یه دقیقه بعد صبر کنید چون یه ویدیو دیگه از بخش مصاحبه اینا رو من در آوردم. اینم جالبه که اینجا همشون مخالف حجاب اجباری ان. گوش کنید. سوالم اینه آیا لبنان، آیا امارات، آیا مالزی، آیا اندونزی، آیا همین عربستان، قطر، کویت، این همه کشور، امارات متحده عربی، خود عراق، ما تنها کشوری که قانون حجاب اجباری داره ما هستیم و دولت همسایه طالبان، افغانستان که نداشته طالبان داره. اونا واقعا به برهنگی رسیدن و اگر ما بخوایم بیایم این پاسخ خیلی از اونایی که میگن اگه حجاب اجباری برداشت بشه زنان ایران برهنه میشن. ببین آقا مجری سابق صدا سیما یه کسی که تو بدنه نظام بوده این خانم هاشمی، اون یکی هم که معاون ستاد امر به معروف نهی از منکر حزب اللهیه. من نمیدونم هیچکی قبول نداره حجاب اجباری. چه جوری میکردن تو پاچه ملت؟ یه الگوی به خدا اینا شگفتی آورا. فرهنگ اسلامی رو پیدا بکنیم ما به برهنگی میرسیم. ببینید صورت مسئله غلط نوشته شده. صورت مسئله من چون اینجا نوشته شده بود گفتم بله دقیقاً همینه. یعنی تصور اینه که مردم منتظرن که شما حجاب مثلا قانونی رو لغو کنید و مردم برهنه بیان. اصلا اینطوری نیست. اصلا اینطوری نیست. چون مسئله اصلا شناخته نشده میگه تا برهنگی کامل میره. مگه مردم ایران اینطوری بودن یا هستن الان اگر قانون بردارن واقعا برهنه کامل میان؟ نمیان. من داره فیوزا میپره دیگه. کی موافقه تو مملکت با حجاب اجباری؟ آدم واقعا فیوزش میپره. مگه میشه معاون ستاد امر به معروف نهی از منکر هم مخالف حجاب اجباریه؟ یعنی حتی ایشون اخراج کردن. وقتی که ایشون اعتراض کرد حرفای رهبری رو سانسور نکنیم اخراج کردن. خب برگردیم به رئیس ستاد امر به معروف نهی از منکر. اولا بگم در این مصاحبه یک نفر از اعضای اصلی ستاد امر به معروف نهی از منکر قرار بود بیا شرکت کنه که اینا رو در روی هم قرار بگیرن مناظره کنن. اما آقای رئیس ستاد امر به معروف نهی از منکر یعنی آقای گلپایگانی جلوی این قضیه رو میگیره. من نمیذاره، چون وقتی میفهمم آقای مفتا میخواد بیاد اونجا نمیذاره نفر دیگری از سازمان امر به معروف نهی از منکر حضور پیدا کنه. میگه شما حق ندارید برید. این گلپایگانی کیه؟ میخوایم ببینیم چی کار است. این آقای گلپایگانی ایشونه رئیس ستاد امر به معروف نهی از منکر. اسمش محمد صالح هاشمی گلپایگانیه. یه کد بهتون میخوام بدم. نه کد رو نگه میدارم. ایشون انقدر دیگه کارش رسیده به جایی که حمله میکنه به زرقامی و به زرقامی میگه که آقا جان شما توی میراث فرهنگی چرا شورای امر به معروف تشکیل ندادی؟ نه من اصلا آقای زرقامی الان باید نگران آثار باستانی و اینا باشه. مسئله فرهنگ بعد مثلا بیاد مثلا چیز کنه شورای امر به معروف هم تشکیل بده. ببینید حمله میکنه به اون میگه آقا تو باید شورای امر به معروف هم تشکیل بدی. البته ما الان در طرح جدید حجاب و مثلا کشف حجاب و از جرم در آوردیم و به تخلف مثلا تخفیف دادیم اینا چون زورتون دیگه نمیرسه، چون زنان ایران زیر بار این مسخره بازی حجاب و اینا نرفتن. اما این آقای ببین آقایون مذهبی گوش کنید، اینا از تو تندروی بهتون نفوذ میکنن. آقای گلپایگانی ایشون کیه؟ ایشون مخترع گزینش دانشگاه امام صادقه. مخترم هست. مخترع گزینش دانشگاه امام صادقه. خیلی جالبه بهتون بگم. همون جاییه که ببین دانشگاه امام صادق یه دقیقه فکر کنینم کیا مغزشون میرسه. از دانشگاه امام صادق خروجی اصلیش کی بوده؟ این خود فکر بکنیم. عکسش آماده نکردم ولی اسمشو بهتون میتونم بگم. کاووس سید امامی، همون کسی که
برای جریان بهایت جاسوس محیط زیست بود و وقتی که مچش گرفته شد اینا خودکشی کرد. آیه هاشمی گلپایگانی شما خیلی تعصب داری رو حجاب اجباری، دمت هم گرم هستن. یه سوال دارم، رابطه شما با آقای سید کاووس امامی چی بوده؟ من نمیدونم، فقط دارم سوال میکنم. چجوری هر کی از شماها میاد بیرون، خروجی افرادی که از دل جریانات شما میاد بیرون، جاسوس امنیتی در میان؟ و سوال جدی‌تر اینه، آیا حجاب اجباری یکی از برنامه‌های صهیونیست‌ها نیستش که مردم عادی نزدیک نشن به نظام و همچنان تنفری که بخشی از مردم عادی دارن به نظام هم باقی بمونه؟ و البته اونایی هم که تنفر به نظام ندارن و شما به زور بهشون بگید اگه یه تارمود بیرون از روسری باشه تو ضد نظامی و اینا رو ببری در جبهه دشمنان ایران و سرمایه، یعنی زنان بی‌حجاب یا کم حجاب و همچنان سرمایه اجتماعی برای براندازان نگه دارید یا صهیونیستا؟ سرمایه اجتماعی براندازا و صهیونیستا چیست؟ زنان کم حجاب. حالا امید دانه‌ای که میاد اینجا این زنان کم حجاب و کاری میکنه که سلام فرمانده بخونن و به آقای خامنه‌ای بگن عزت نشان خامنه‌ای، طرفداری کنن از آقای خامنه‌ای. امید دانا نفوذیه با این فکل کراوات که زنان بی حجابو میبره براشون سلام فرمانده بخونن، یا این آقای گلپایگانی که سخنان رهبری رو سانسور میکنه؟ از دل جریانی به مانند دانشگاه امام صادق هم که درست کرده یک مجرم امنیتی مثل سید کاووس، میگم سید کاووس سید امامی در میاد. اینا رو بذاری بغل هم میفهمی من جاسوسم، من نفوذیم یا اینا. این سخنان آقای خامنه ای هم سانسور میکنه. دوستان، جریانات خرمقدس یا خیلی احمقن یا اینا آنوسیان یا اینا افرادی هستن که دارن علیه کشور کار میکنن. من نگفتم آقای گلپایگانی چی کار است، ولی دست به نقل ایشون صحبت‌های رهبری رو سانسور کرده. از دل جریانی که راه انداخته یک جاسوس امنیتی در اومده به نام کاووس سید امامی و کاری هم که داره میکنه حفظ سرمایه اجتماعی صهیونیستا و براندازانه. خانمای کم حجاب، پسرای قرتی پارتی برو، درسته شاید ما حتی اگه اینا رو بیایم با این برنامه‌ای که داریم میسازیم حامی آقای خامنه‌ای و جذب نظامشون هم بکنیم، شاید نرن به جنگن برای نظام و برای ایران، ولی حداقلش اینه که پشت جبهه جنگ نمیان ستون پنجم دشمن بشن. چه مشکلی با ما دارید که ما داریم مردم ایرانو که بخششون سرمایه اجتماعی دشمنان ایران شدن و داریم با نظام و کشور آشتی میدیم که حداقل در هنگام جنگ، الان تو جنگ رسانه‌ای هم هستیم، حداقل ستون پنجم دشمن نباشن. مشکلتون کجاست؟ و دستتون داره رو میشه. توجیدی الان این آقا دستش تا کجا رو شد؟ آقا کسی که میگه هر جایی که آقای خامنه‌ای در مورد حجاب نظر داده حذف بکنید، چون اگر نظریات آقای خامنه‌ای بخواد اعمال بشه ما دیگه نمیتونیم گشت ارشاد داشته باشیم، ما دیگه نمیتونیم اینجوری بریم فضولی کنیم به دختری مردم بگیم چرا موت بیرونه. دیگه یه مقدار از این فضولی کردنمون کم میشه و اینجا مشخص میشه که کسانی که ظاهر مذهبی دارن چگونه دشمن خود آقای خامنه‌ای و این نظامن. دمتون گرم. ما که به خاطر ایران اومدیم کنار این نظام، دغدغه مذهبی هم نداریم، ولی اینایی که دغدغه مذهبی دارن بیشتر یه جورایی در عمل بکنم دغدغه صهیونیستا رو دارن، چون صهیونیستا خیلی خوشحال میشن توده مردم ایران با نظام جمهوری اسلامی دشمن باشن و ما این قضیه رو البته با روشنگریامون درست کردیم، میکنیم، پدرتون هم در میاریم. آینده ایران بدرود.